یه مسئله من راجع به این کلاهبرداری شرکت پراپی بگم. اولا که سود من $1500 بوده، اومدی درخواستیمو گفتی 900 تا، گفته موقع واریز همونی که هست برات واریز میکنیم 1500 تا رو. این هیچ. بعد از 10 روز برداشت سود منو رد شده اعلام کرده. چرا؟ هیچ. کلاهبرداره، ورشکست است، دلیل نداره که گفته ایمیل میزنم، ایمیلی هم نزده به من. بریم ایمیلم هم چک کنم. اینم ایمیلای من. کامل باکسش چک میکنم، اینا هیچ ایمیلی به من نزده، دلیلی هم نداشته که برای من حساب برداشت من رد شده اعلام کرده. و یه مسئله، اصلا سودی که من به دست آوردم خودش تکنیکالیه. ببینید بچه‌هایی که ترید کردن میدونن این گام اول من مثل یه اسپایک میمونه، بعد رفته توی فاز یه کانال، لگ 1 لگ 2، توی دو لگی توی فاز کانال قرار گرفته. نه هج داشتم نه معاملاتی داشتم که ریسکمو خیلی ببره بالا، با ضریبای 0.1 و ثبات معامله‌گری 83 سود منو پرداخت نکردی کلاهبردار. اینجا تگت میکنم برای همه بچه‌هایی هم که میشناسم میفرستمه که دیگه کسی ازت حساب نگیره. دزد کلاهبردار بی شرف.